سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو می‌خوایم در مورد کنکور با هم دیگه حرف بزنیم. خب خیلی هفته پیش کنکور داشتن و علاوه بر این میخوام بهتون بگم زمانی که خودم هم کنکور داشتم، من جز اونایی بودم که کنکور واقعا برام مهم بود. یعنی نه تنها برای خود من بلکه برای خانواده‌ام و کل خاندان هم کنکور خیلی مهم بود و اتفاقا خوب هم ندادم کنکور رو. به خاطر همین الان که 5-6 ساله داره از اون ماجرا میگذره، گفتم بیایم با هم یه صحبتی کنیم، یه چند تا نکته بهتون بگم و اینکه من بعد از کنکور چه کردم و چی شد رو براتون تعریف کنم. شاید یه کوچولو انگیزه بگیرید که خب کنکور همه چی نیست و میتونه چه اتفاقای دیگه هم براتون بیفته یا خودتون باید چه کارهای دیگه بکنید. اولین نکته چیه؟ اینه که خب شما احتمالاً اگه سال کنکورتونه، پشت کنکوری هستین یا هرچی، خب کنکور بخش مهمی از زندگیتونه. برای خیلی ها هم ممکنه این کنکور مهم نباشه، اما به نظر من توی چنل من کسایی هستن که حداقل دغدغه‌شو دارن، یعنی اگه هم اون درس رو نمیخونن دغدغه کنکور رو دارن. میخوام بهتون بگم که کنکور بچه واقعا شبیه این کاغذه که خب ببینید چقدر از فضای اتاقو گرفته، یعنی شما تا کل اتاقم نمیبینید. من هر چقدر این کاغذ رو ببرم دورتر، شما مثلا اگه اینجا به عنوان مثال بگین 1/100 از اتاقه، وقتی خیلی ببرم دور میگین نه بابا این اصلا 1/1000 از حجم این اتاق یا فضای این اتاق رو گرفته. ولی الان که شما کنکوری هستین این کاغذه اینجاست بچه‌ها، اینجا جلوی چشمتونه و شما فکر میکنین که کنکور همه زندگیتونه. حالا هر چقدر هم بقیه از بیرون بگن نه کنکور اینجوری نیست اونجوری نیست، این چون جلوی چشم شما فکر کنین که نه این همه زندگیه و من مطمئنم که همه زندگیه. خیلی هم باز شد از اون طرف بهتون میگن نه اصلا کنکور هیچی نیست، ولی اگه منطقی بهش نگاه کنیم چطوریه؟ اینه که به هر حال این کاغذه یک بخشی از این فضای این اتاق رو گرفته، یعنی یک نقشی داره، اما نه اون قدری که شما دارین فکر میکنین و فکر میکنین که تمام زندگیه. چرا؟ چون جلوی چشمتونه اینجوریه، ولی یک بخشی از فضای این اتاق هست. پس بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که شما اگه واقعا کنکوری هستین و تو سال کنکور هستین، خب کنکور رو بخونید، یعنی تا هر چقدر که جا داره بخونید. اگه میخواین 1 ساعت بخونید، حوصلتون میشه 1 ساعت بخونید، سعی کنین 2 ساعت بخونید، چون به هر حال اگه شما بخواین 20,000 مثلا رتبتون بشه، یه کوچولو بیشتر تلاش کنین 17,000 میشین و دستتون بازتره برای انتخاب رشته و بالاخره کنکور یک شکلی به زندگی شما خواهد داد، به خصوص توی ایران. پس اگه کنکوری هستین کار دیگه احتمالا نداریم و تنها وظیفتون همون کنکوری بودنه. پس بخونید تا جایی که میتونید بخونید. حالا نیاز نیست که خیلی خودتون رو اذیت کنید، ولی بخونید. من اتفاقا خودم خیلی موافق اینم که باید شما مهارت‌های جدید یاد بگیرید و فقط بحثتون درس نباشه. ولی اگه کنکوری هستید خدایی تنها وظیفه اینه که درس بخونید. پس این کار رو بکنید تا جایی که امکان داره، چون بعداً دستتون بازتره که انتخاب‌های بهتری رو برای انتخاب رشته داشته باشید، بدون هیچ فشاری هم درس بخونید. نکته دوم چیه؟ اول یه قلپ آب بخورم. نکته دوم اینه که بچه‌ها واقعاً بیشتر از 1 سال پشت کنکور نمونید. یعنی بعد که وارد دانشگاه میشین میبینین چه اشتباهی کردین که پشت کنکور موندین. حالا بعضی رشته‌ها واقعاً ارزششو داره که شما حالا با یکم سن بالاتر هم وارد بشین، ولی این پشت کنکور بودن تو ایران خیلی چیز بدیه و انقدر روحیتون تضعیف میشه، انقدر سالهای بعدی که به نظر من واقعا بیشتر از 1 سال ارزش نداره. اگه میخواین پشت کنکور بمونید همون 1 سال رو بمونید، خوبم تلاش کنید، اگه نشد دیگه نشد. حالا اینجا یه کوچولو میخوام از تجربیات خودم و اینکه من کنکورم چه شکلی بود و چی کار کردم اینجا بهتون بگم. خب سال اول که من رتبه‌ام واقعا بد شد و پزشکی نمی آوردم، 1 سال من هم پشت کنکور موندم و دوباره هم رتبه‌ام خوب نشد، یعنی به پزشکی نمیخورد. من اون تایم اصرار داشتم که باز هم پشت کنکور بمونم. یعنی شما وقتی خودتون میافتین توی اون لوپ پشت کنکور موندن، اصلا دلتون نمیخواد در بیاین از اون لوپ و یک نفر باید از خارج بگیره بکشتتون بیرون و بگه این کار درستی نیست. و خانواده من هم همین کار کردن، به زور و پافشاری گفتن که اصلا امکان نداره تو پشت کنکور بمونی.
و من اون موقع احساس میکردم چقدر ظالمن، چقدر بدن، من نمیتونم به اهدافم برسم، من مطمئنم دیگه تو سال سوم قبول میشم. ولی خانواده‌ام این اجازه رو ندادن که الان میفهمم چه کار خوبی کردن. این اجازه رو ندادن و بعد چه اتفاقی افتاد؟ من وارد یه رشته‌ای شدم که اصلا دوستش نداشتم. یعنی اون زمان رادیولوژی که من تحقیق میکردم، من بعدش رشته رادیولوژی خوندم. اون موقع که تحقیق میکردم همه میگفتن این رشته همش فیزیکه و واقعا هم فیزیک بود و من تنها درسی که متنفر بودم ازش فیزیک بود تو دبیرستان. یعنی من یادم اون اول مهر که میخواستم برم دانشگاه واقعا شب قبلش حتی گریه میکردم پیش خودم البته. یعنی از پزشکی که هیچی وارد یه رشته شدم که میگفتم ازش متنفرم. و حالا چرا وارد شدم؟ چون اطرافیان میگفتن خیلی رشته لوکس و تمیز و خوب و شست و رفته‌ایه و خودم هم دیگه این تصمیم گرفته بودم که اوکی حالا من که دیگه پزشکی نیاوردم، حداقل برم یه چیزی که جامعه بهش میگه رشته خوب و رشته لوکس. خلاصه که من وارد رشته رادیولوژی شدم. پس نکته دوم این بود که بچه‌ها واقعا سالهای عمرتون رو بیشتر از این تلف کنکور و پشت کنکور بودن تلف نکنید. نکته سوم چیه؟ نکته سوم میخوام واقعا با زندگی خودم براتون توضیح بدم. حالا نه اینکه زندگی من چیز خاصیه، ولی به عنوان فقط یک فردی که کنکور براش مهم بود و موفق نشد، یه آدم معمولی، و اینکه داستان بعدش چیه. چون ما همیشه داستان موفقیت میشنویم و وقتی موفق نمیشیم این احساس بهمون دست میده که ما تنهاییم تو این ماجرا و همه موفق شدن، در صورتی که 90% آدما داستان موفق نشدن دارن. یعنی حتی شما دور اطرافتون هم نگاه کنین، از هر 10 نفر شاید 1 نفر تو یک مورد خاص به موفقیت رسیده، ولی حتی اون 1 نفری هم که شما تو ذهنتون دارین که به موفقیت رسیده، 80% بقیه زندگیش ممکنه داستان موفق نشدن باشه و هیچکس این داستانهای موفق نشدن رو براتون تعریف نمیکنه. ولی میخوام بگم از دل همین داستانهای موفق نشدن هم ممکنه یه جاهای چیزای خوب در بیاد و آخر دنیا و آخر زندگیتون نیست. حالا به هر حال من وارد رشته رادیولوژی شدم که دوست نداشتم و اینجا واقعا یادم بچه‌ها من ترم 1 رو تصمیم گرفتم که اوکی این دیگه زندگی منه و من باید بسازمش. یعنی من تمام لحظات ترم یک دانشگاه هم و یادمه که اصلا یک اضطرابی توی دل من بود و من میگفتم این دیگه زندگی منه، پزشکی نیاوردم، الان باید خودم بسازمش. و من واقعا به این تایم از زندگیم افتخار میکنم که تصمیم گرفتم با آنچه که دارم و الان واقعیت زندگی منه بهترین رو بسازم. یعنی گفتم اوکی خیلی ها میگن که کنکور انتهای داستان نیست و شما باید تو دانشگاه موفق باشین، بیام که واقعا اینو امتحان کنم. یعنی چیزی از دست که نمیدم، حداقل امتحان کنم تو این رشته‌ای که حتی دوست ندارم سعی کنم موفق بشم و سعی کنم علاوه بر این مهارت‌های دیگه هم یاد بگیرم. و من چیکار کردم؟ اومدم واقعیت زندگیمو قبول کردم که اوکی پزشکی تموم شد و الان من دارم رادیولوژی میخونم، بیام با این یه کاری کنم. چیکار کردم؟ آقا من وارد کار تحقیقاتی شدم، کلی یاد گرفتم که برای تحقیقات باید چی کار کرد. یعنی واقعا به عنوان یک دانشجوی کارشناسی خیلی خیلی به نظر خودم و حتی اطرافیان موفقیت کسب کردم که تونستم 2 مقاله داشته باشم، کلی مقاله حمایشی و کنفرانسی داشته باشم. یعنی واقعا فکر کنم 6-7 من مقاله حمایشی و کنفرانسی دارم، 2 مقاله دارم که تو مجله چاپ شده، کتاب ترجمه شده دارم. و به عنوان یک دانشجوی کارشناسی این کار خیلی سختیه که شما وارد تحقیقات بشی. اصلا اساتید شما رو قبول نمیکنن، میگن تو اصلا سوادی نداری که بخوای کار تحقیقاتی کنی. ولی با این حال من وارد شدم و اصلا من الان میدونم پروپوزال چیه، نمیدونم مقاله نوشتن چه بخشایی داره، چی کار باید کنی، در صورتی که یک دانشجوی کارشناسی ارشد هم حتی 80% دانشجوی کارشناسی ارشد هم این مراحل رو بلد نیستن. ولی من این کارو کردم و خب خیلی برای خودم اعتماد به نفس آورد، خیلی برای خودم خودباوری آورد. علاوه بر این من چی بهش میگن؟ رتبه الف کلاسمون شدم. یعنی معدلم هم علاوه بر این کار تحقیقاتی خیلی بالا بود و من یک سهمیه توی کنکور ارشد هم داشتم.
خلاصه که نکته سوم اینه که بچه‌ها اگر هم کنکور موفق نشدین بیاین واقعیت زندگیتون رو قبول کنین و الکی و با خیال باطل دیگه هدر ندین زندگیتون رو. اوکی پزشکی یا هر چیزی، پرستاری قبول نشدم، الان اینجاست، الان بهترین تصمیمی که میتونستم بگیرم این رشته بود و الان اینجا با آن چیزی که در دستم دارم چه میتونم بکنم. بعد من اگه باز راه هم تغییر نمی‌کرد واقعا مطمئن بودم توی اون رشته رادیولوژی به جاهای خوبی میرسم. یعنی با اون رزومه‌ای که برای خودم ساخته بودم میخواستم تا دکترا ادامه بدم و مطمئنم پذیرش‌های خوبی میتونستم بگیرم، چون با چند نفرم صحبت کرده بودم، گفته بودن آره پذیرش‌های خیلی خوبی میتونی بگیری، حتی کمکت میکنیم و مطمئن بودم که توی اون رشته دیگه دارم موفق میشم. و این اصلا علاوه بر اون موفقیت یک خودباوری خوبی بهم داد و بهم نشون داد که واقعا موفقیت یک چیز نیست، هزاران تصمیم توی زندگی وجود داره که شما ممکنه تو خیلیاش موفق نباشین، تو بعضیاش هم موفق باشین و کنکور هم فقط یکی از اون تصمیم هاست. و مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی اینه که بچه‌ها واقعا زندگی خیلی خیلی غیر قابل پیش بینیه و اتفاقایی میفته که شما اصلا فکرشو نمی‌کنید. مثل اتفاقی که الان برای خودم افتاد. من با یک سفر ترکیه تصمیم گرفتم که بیام ترکیه پزشکی بخونم، همون چیزی که خیلی سال پیش شاید آرزو داشتم این کارو بکنم، ولی خب دیگه درگیر رشته خودم شده بودم و در نهایت حالا تصمیم گرفتم که بیام پزشکی رو بخونم. زندگی واقعا خیلی غیر قابل پیش بینیه. مطمئنا توی زندگی شما هم اتفاق میفته و افتاده. حتی فعلا تنها کاری که میتونید بکنید اگه کنکوری هستید یا حتی اگه بعد از کنکورتون هم هست اینه که فعلا برای کنکور بخونید، چون به هر حال بخشی از زندگیتونه. اگه نشد هم اشکال نداره، بهترین تصمیم رو سعی کنید بگیرید، بهترین انتخاب رشته رو انجام بدید و با اون چیزی که در دستتون دارید سعی کنید یه چیز خوب ازش در بیارید، یه چیز خوب بسازین. و زمانی که شما هدف دارین، زمانی که شما پلن و برنامه‌ریزی میکنید، این رو هم من توی اون 4 سال کارشناسی فهمیدم که واقعا 4 سال طلایی زندگیم بود، اینه که شما وقتی هدف دارید، وقتی مینویسید همه چی و وقتی که میدونید به کجا میخواین برین، اون درها براتون باز میشه. چون وقتی هدف دارید همه اون درها رو میبینید، حتی اگه یه چیز کوچیک هم باشه شما اون فرصت رو میکشید بیرون از دل ماجرا. ولی اگه هدفی نداشته باشید، بزرگتر از اون فرصت هم سر راهتون ثبت شه، شما اصلا نمیبینید، چون میگین حالا که وقت دارم، حالا این فرصت ها زیاد پیش میاد. در صورتی که اینطوری نیست. شما بعد از کنکورتون هم میتونید هدفمند باشید، میتونید موفق باشید، به شرط که تلاش کنید. تو این راه هم براتون اتفاقای خوب و پیش بینی نشده میفته که اصلا فکرشو نمی‌کنید. و من خیلی ها رو دیدم که اولا داستان موفق نشدن دارن، دوما از همین موفق نشدنم بعدها راضین، چون تلاش کردن بعد از اون ماجرا و به جایی رسیدن الان که دوست دارن و واقعا راضین. پس اصلا نگران نباشید اگه که کنکورتون رو قراره بد بدین، اگه بد دادین و اگه حتی تلاش کردین و موفق نشدین. اگه هم تلاش کردین و موفق شدین که واقعا آفرین به شما. شما اون داستان موفق شدن رو دارین که خیلی آرزوشونه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و یه کوچولو بهتون انگیزه داده باشه که حالا درستون رو بیشتر بخونین یا اگه هم انتخاب دیگه دارین توی اون موفق بشین. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون بچه‌ها. خدا نگهدار.